امیدوارم روز خوبی داشته باشید. یکی از نظریه‌های مهم و نکات مهمی که در مدیریت دولتی مطرح میشه نظریه ساختارمند شدن یا ساختاری شدن هستش. به این صورت که عاملیت انسانی و عوامل انسانی و ساختار سازمانی در یک نسبت تولید و بازتولید نسبت به هم دیگه قرار دارن. در واقع فرض کنید که یک انقلابی قرار شکل بگیره مثل تمام انقلابایی که تو دنیا بوده و یک سری عوامل انسانی و عملیات‌های انسانی میان اون انقلاب رو انجام میدن و ساختار اون انقلاب رو پایه‌گذاری میکنن و بعدها طی چرخه‌های متوالی ساختار اون انقلاب عوامل انسانی دیگه‌ای رو بازتولید میکنه. در واقع ساختار و عملیات انسانی و انسان‌هایی که در واقع سازنده و در واقع تشکیل دهنده اون ساختار هستن در یک نسبت در واقع یک چرخه تولید و بازتولید نسبت به هم قرار دارن که عملیات انسانی ساختاری رو تولید میکنه که اون ساختار بعدن انسان‌هایی رو میسازه که اونها مجدداً باید ساختارهای جدیدی رو بسازن. به خاطر همین هستش که هیچ وقت شما نمیتونید بگید یک سازمان، یک مجموعه، یک ساختاری که وجود داره یک روند همیشگی و ثابتی رو خواهد داشت، یا انسان‌هایی که میان اولیه یک ساختاری رو پایه‌گذاری میکنن لزوما اون ساختار تا انتها به صورت درست ادامه پیدا میکنه، یا انسان‌هایی که از یک ساختار خروجی یک ساختاری هستن انسان‌های لزوما خوب و توانمندی میشن. این به خاطر تغییراتی که ساختار و اثراتی که ساختار بر روی عملیات انسانی میذاره و عملیات انسانی بر روی ساختار میذاره به صورت مداوم در یک رفت و برگشت و یک تغییرات مداومی هستن که ممکنه بعضی اوقات مثبت باشه و بعضی اوقات منفی باشه. و به صورت کلی یکی از نظریات مهمی که توجه به این نظریه باعث میشه هم نیروی انسانی و عامل انسانی ارزشمند تلقی بشه و هم ساختاری که میتونه نتیجه اون نیروی انسانی باشه و حتی خودش نیروی انسانی رو تربیت بکنه و عملیات انسانی رو ایجاد بکنه هم مورد توجه و مهم واقع بشه. توجه به این نظریه عاملیه که میتونه در طراحی‌های ما و در بررسی‌ها و تحلیل‌های ما نسبت به ساختار سازمانی و ساختارهای مجموعه‌های مختلف و عملیات انسانی تاثیرگذار باشه و تفاوت قابل توجهی رو توی این مسئله ایجاد بکنه. یکی از نکات مهم میتونه دقت به این نظریه و اجرای درست این نظریه و نگاه به تولید و باز تولیدی به ساختار و عملیات انسانی باشه که میتونه ما رو در پیشبرد اهدافمون در سازمان ها موفق